سلام دوستان، وقتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که کاملتر و تکمیلتر درد عشق رو، اصطلاح درد عشق رو بخونیم. نگاه کن. aşk acısı، aşk acısı، درد عشق. نگاه کن مثالو. Ben onu kaybettim ve çok aşk acısı çektim. میگه من اون از دست دادم و خیلی درد عشق کشیدم. Ben به معنای من، onu، اون را، یو بی نقطه به معنای راه هست. کایب به معنای از دست دادن. اتیم، انجام دادن یک کاری. میگه کایبتیم، از دست دادم. تی پسوند گذشته، امن پسوند فعلی خاص هستش. و çok میگه خیلی. aşk به معنای عشق. acısı، acı به معنای درد. چکتیم، چکمک به معنی کشیدن. تی پسوند زمان گذشته، امن پسوند فعلی خاص برای شخص بن هستش. میگه ben onu kaybettim ve çok aşk acısı çektim. من اون رو از دست دادم و خیلی درد عشق کشیدم.